کدومو میخوای؟ این دیگه چه حرکت زشتیه جلوی دکتر استراتژی خجالت بکش. تو چاره استراتژی نظام الهیمون مسائل و مشکلات استراتژیکی زیادی از جای دکتر اغلبم علاج نمیشن. ما هم به دلیل محدودیت وقت برنامه نمیرسیم به همه اونا بپردازیم. عرضم به خدمتت گفتم که سوالاتو خودتون انتخاب کنی شاید یه فرجی بشه. حالا کدومو میخوای؟ ولی کلای فکر خودت بوده. یه کسی هم توی این فکرها کمکت کرد توی این مشنگ بازی ها. خب سب کن بینم بده بینم بحث حقوق بشر رو بیاد با قطعنامش. پوچ خب سب کن بینم تروریسم رد کن بیاد. مدارکش اینجا نیست آقای دکتر. اختیار دارین اینجا مقام عثمان در جریان نبودن سر خود بود. خب سب کن بینم اتمی رو بده همینجا بدتر نکن. اتمی تو همینه. آیه دکتر اتم و موشک و اینا که اینجا دم دست نمیذارن قربونت برم. پس این بدبخت سردار مقدم برای چی پوت شد؟ دیگه خودتو لوس نکن دیگه. بی‌مزه من که آژانس نیستم از این عددها در میاری. برو سر سوالات خودتو لوس نکن. همینم زیادی بود. دکتر بودم یه نامه داریم از سو. من که گفتم خودتو لوس نکن باز تو لوس میکنی. من نمیکنم. اینه که خودشو لوس کرده. سردار وحیدی سو نوشتم من علیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام جرم میکنم. خون سردار حسن مقدم گردنشونه. او مظلوم از ترس لو رفتن مجبور بود همه آزمایشات موشکی و فعالیت‌های اتمی و غیرروزانه و یواشکی تو پس‌رو زیر زمین میکنه. خب از دستش در میره. اتفاق یه بار میفته. حالا من چند بار افتاده. این شکلی مقام عظما رو داغدار میکنه. من به خود همون مرحوم مشنگ گفته بودم. حالا به این مشنگ مرحوم بعد از اینم میگم آدم که یه کاری زیر که میکنه که باید عقلشو بیشتر داشته باشه حواسشو بیشتر جمع کنه مگر اینکه خب خیلی شوت باشه مثل همینا. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بذار با خدا رسم میکردم. بله میفهموندن که شوته تریلی میرود. شاگردش گفت نرو تو این تونل. نوشته حداکثر ارتفاع 4 متر. کامیون ما که خیلی بلندتره. شوته گفت نه ترس بابا چیزی نمیشه. مگه این دور و برا پلیس هست که میترسی. بعد پا شد رفت همچی شد که دیگه نپرس اوضاع احوالش چجوریه. روشن شد یا بذارم که تا بری تو تونل 4 متری. دکتر بزن بادر محمد جواد لاریجانی نامه‌ای داد و بعد از سوز و گداز جانسوز در مورد قطعنامه‌ای که پشت سر هم علیه نظام تصمیم میشن نوشته راه چاره اینه که این داستانای رأی و رأی‌کشی و کمیته سوم و غیرروزانه رو دور بزنیم و یه راست بریم پیش دبیرکل بگیم بیا و با حکم حکومتی همه چی رو به نفع نظام حل کنه. تو سازمان ملل بخوام دور بزنی. بله. این مشنگ کجاست که به کانگورو سور زده؟ کانگورو چرا آقای دکتر؟ هیچی نخواستم بیادبی کنم بگم الاغ. بله آقای آخه شوت سنگین پشت 18 قدم اونا که حکم حکومتی ندارن. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر از میکردن. بله میفهموندن که شوته از دوستش پرسید تو که چش کجاست. دوستش گفتش که آخه چش که توک نداره. شوته گفتش که آقا رو پس چرا خواننده میگه تو که چشات خیلی قشنگه. روشن شد یا همچین بزنم که تو که چشاتو نبینی دیگه. آیه دکتر یه سوالم اون یکی لاریجانی کرده. امروز اول و سل و جل بران نوشته قشقرقی که آقا محمود سر دستگیری جوانفکر را انداخته سر داستان رحیم مشایی را ننداخته بود در حالی که اون بالاخره معاون قوم و خویشش هم بود. سوال خودم همینه که مگه ضربه مشایی برای آقا محمود سنگین‌تر نیست؟ اتفاقا به همین خاطر باید زیپ دهنشو بهتر میکشید. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض کردم. بله میفرمودن که افسره رسید سر صحنه تصادف دیگه که هی داره داد و بیداد میکنه هی آخ و اوخ میکنه هی میگه آخ دستم آخ پام دردش داره منو میکشه از این حرفا. خلاصه پلیس حوصله‌اش سر رفت گفت ناکس خجالت بکش خرس گنده چه خبرته اون دندون بذار رو جیگرت از اون یکی یاد بگیر که اون طرف افتاده مرده هیچی نمیگه بعد تو به خاطر یه پای شکسته اینجوری علم شنگل را انداختی. روشن شد یا همچین بذارم که بیفتی اونوری بیت هیچی هم نگی دیگه. حالا صبر کن قبل از اینکه تو بخوای اعلام پایان برنامه رو بکنی و سوت دقیقه 90 بکشی من میخوام راه حل بهت بگم. تو شروع برنامه با گل یا پوچ مسائل رو مطرح کردی. من میخوام با گل یا گل برات راه حل بگم. دوست داری که دغدغه براندازی و از این حرفا دیگه نداشته باشی؟ بله آقای دکتر بله قطعا. دوست داری که هر وقت میشینی اخبار نگاه میکنی خیالت راحت باشه جونت به لبت نرسه؟ دوست داری که وقتی یکی بهت میگه که یه خبر جدیدی شده هی نترسی که الان یقه نظامو از کجا گرفتن؟ دوست دارم بده بیاد.
بی خود کردی. تو که این چیزا رو دوست داری بی خود کردی بمیشی مجری برنامه استراتژی نظام. برو مجری برنامه دیگه شو، برو توی نظام دیگه مجری شو. فکر کردی دیدی که پوچ در اومد، میدونی که دستی که پوچ در به چه دردی میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ به درد یه کفگرگی میخوره که بخوره تو پوز کسی که الکی حساب باز کرده تا شکمش رو زمین خط ترمز بندازه. آره دکتر بعد از این همه محبت و ابراز ارادتی که من بهت کردم آخر کار با کفگرگی جواب برای که تو اینقدر مشهدی که بعد از اینقدر بحث استراتژی هنوز فکر میکنی که تو نظام یه روزی میشه که خیال راحت بشه، یه روزی میشه که درد براندازی نداشته باشی، یه روزی میشه که اخبار نترسی. اگرم اینجوری نمیشه همش تقصیر تو. حسابش رو بکن که نظامو به نظم نمیکشی. قربونت برم برای هیچ مسئله استراتژی